درود دوستان، از ناامیدی بس امید است، پایان شب سیاه سپید است. دوستان، قاسم سرداروف ورزشگری به باخت تاجیک قهرمان لیگ پنک ریس شد در ژاپن از رشته ام. دوستان، او ورزشگری ژاپنی ریوتارو ساتورو زد و صاحب کمربند لیگ پنک ریس رقم 360 شد. دوستان، قاسم سرداروف رو تبریک کنید و با او موفقیت آرزو نمایید و دعا کنید که او در لیگ یو اف سی هم قهرمان شود، چون که قاسم سرداروف یگان باخت ندارد. رکوردش 6-0 می باشد و امروز هم پیش از مهلت رقیبش رو مغلوب کرد و صاحب کمربند شد. آخر سال 2025 خوشبختانه به انجام میرسد و تاجیکستان هم صاحب کمربند، صاحب قهرمان در رشته ام شد در ژاپن. تصور کنید که اهالی ژاپن از 100 میلیون زیاد است، اهالی تاجیکستان باشد 10 میلیون و تاجیک در ژاپن قهرمان شد. دوستان، این یک افتخار است برای مردم تاجیک و خاطر رسان میکنم که در همین شام هم در ژاپن ورزشگری ناباخت دیگری تاجیک اوتابک رجبوف هم حریف خود را در راوند اول طریق نکاوت تکنیکی با زانو شکست داد و او هم دست بالا شد. دوستان، اوتابک رجبوف رو هم تبریک کنید در کامنتاری ها و ان شاء الله که شاید در آینده هم اوتابک رجبوف قهرمان همین لیگ شود و ما این ورزشکاران نامدار تاجیک رو در یو اف سی بینیم. خاطر رسان میکنم که اوتابک رجبوف هم 6-0 هست، او هم ناباخت است و در آینده امیدواریم که او ناباخت میماند و همیشه دست بالا میشود. هر دو ورزشگر در لیگ دروب فایت تاجیکستان تمرین میکنند و تاجیکستان رو معرفی میکنند. دوستان، ورزشکاران تاجیک رو تبریک کنید در کامنتاری ها، دعا کنید که آنها همیشه دست بالا باشند و قهرمان بمانند. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و این خیلی خبری خوش بود. دوستان، آخر سال قهرمان این یک افتخار است برای مردم تاجیک. خدا یار و یاورتان باد.